قیمت قطعات خودروهای چینی در ایران چنان نجومی شدند که حتی از بهای قطعات خودروهای اروپایی و آمریکایی هم گرانتر شدن. مثلا خودرویی مثل دیگنیتی که قیمتش حداکثر 1 میلیارد و 585 میلیون تومانه، اگه یه تصادف جزئی در حد آسیب یه جلو پنجره داشته باشه 26 میلیون و 500 هزار تومان هزینه روی دست مالکش میذاره. ولی همین جلو پنجره در خودروهای مثل بی ام و ایکس فلور که حداقل 4 برابر دیگنیتی قیمت دارن با 6 میلیون تومان در بازار پیدا میشن. این یعنی قیمت قطعه دیگنیتی 4.5 برابر بی ام است. مدت هاست که مونتاژ خودروهای فرانسوی، ژاپنی و کره‌ای جاشون رو به مونتاژ خودروهای چینی در ایران دادن. اما حالا کار به جایی رسیده که امروز تمام مونتاژکاران داخلی فقط خودروی چینی تولید میکنن و همین شرکت‌ها قطعات یدکی و تزیینی خودروهای تولیدیشون رو وارد هم میکنن. به این ترتیب یک انحصار کامل در بازار قطعات خودروهای چینی، چه واردات و چه تعمیر، افتاده دست تعدادی شرکت محدود. اونا هم تو این بازار بی‌رقیب